نفری که جذاب می‌سراید و هم عاشقانه و غمگین. نفری که ما دیر باز رو انتظار بودیم. جهانگیر ظریفوف دوستان عزیز یک کف میزنیم براشون. خوش آمدید به برنامه ما. تشکر زیاد. جهانگیر کی کنسرتی زنده یکی خود را میگذارد؟ چند باری که کنسرت موندنی میشویم در تمام دنیا نوتینجی میشود. از همین خاطر خواتیر هستم. شاد کن جان من کی غم گین است، رم کن بر دلم که میسکین است. یگان نفر میاد اکا جهانگیر همی باید بخون ما کم ترکش زننده روی کنن گفته من سر زمان نمروی کارتم هم میتونم کلکی بوم آبزگی چونی که چاییدم کگی، کلکی بوم آبزگی چونی که چاییدم کگی. سلام علیکم شنوندگان عزیز، چوینکی چای رو پیش کنید، رادیو رو بلند کنید چون که نشر نوبتی شو برنامه محیط زنده رو از موج 95.5 FM رادیوی نو شنیده ایستادید و اینچنین در یوتیوب تماشا کرده ایستادید. با شما هستم رافائل گولوف و مهمان نوبتی ما سراینده محبوبی دلها، نفری که جذاب می‌سراید و هم عاشقانه و غمگین. نفری که ما دیر باز رو انتظار بودیم. جهانگیر ظریفوف دوستان عزیز یک کف میزنیم براشون. تشکر زیاد. جهانگیر جان سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه ما. سلام علیکم. اولا از فرصت مناسب استفاده برده سلام و درود به پایان خود رو به کل مردم تاجیکستان عزیز میرسونم، با تمام شنوندگان رادیوی نو سلام. که سرپرستی کل شو برنامه محیط زنده شرکت تیسل می باشد. تیسل نقطه دسترس با دنیای رقمی. خب جهانگیر جان، از کدام سرود شروع میکنیم و چند تا سرود امروز پیشنهاد میکنید با صدای زنده بهر مخلصانتون و شنوندگان رادیو نو؟ اولین سرودی که ما میخونیم سرود من که کنار تو است. من که کنار تو در اجرای جهانگیر ظریفوف با صدای زنده از موج 95.5 FM رادیوی نو. رفتیم. کناری تو عادت کردم میدونی، گرچه دورم از تو یادت کردم میدونی. من که کناری تو عادت کردم میدونی، گرچه دورم از تو یادت کردم میدونی. یاد میارم که شبها بوده ما در آغوشی هم، راز دلها با هم بگفتن میکردیم فراموشی هم. ما کنون اصلا جداییم عزیزم با امر تقدیر، از خدا دارم تولا نکند این عشقی مبین. ما کنون ازم جدایه عزیزم دو امر تقدیر، از خدا دارم تولا نکند این عشقی مبین. من که کناری تو عادت کردم میدونی، گرچه دورم از تو یادت کردم میدونی. هرچی دورم از تو یادت کردم میدونی.
احسن جهانگیر شروع میکنیم از سوالی подписчиконатон مخلصونатон در حال در اینجا پرسیدن شدند که جهانگیر سرود میدانی رو برای کی بخشیده است؟ خب این از دوران عاشقیتون، برای همسرتون، برای لوبوونیцатون، برای کی باشه؟ این سرود هم از تاریخ زندگی من است، هم از تاریخ زندگی علیدین جان است. وقتی علیدین جان در فدراسیون روسیه بودن فکر میکنم برای همسرشون نوشتن این آهنگ رو، این سرود رو، این شعر رو و همزمان گویم زکسنوی اومده برای تمام عاشقایی که از همدیگر دور هستند و در دوری گویم از انمون مهر یکدیگر کمی میکند و با همین سرود انمون مهر رو بخشیدیم برای عاشقان. بله وقتی که گوش میکنند این سرود رو بعدن سیلکاش رو با همسرشون و نفرانی که دوست می‌دارند از اونها دور است نفرستند، یا که در تلگرام سرود رو میفرستند بعد میگم این برای تو. خب نفرایی که اظهار محبت خودشون کردن نمیتونن با شعرهای ما میکنن. بله من میدونم بعضن وقت بانکت ها میشوند که مثلا شما میشینید شب نشینی ها، خب در اگان شب نشینی ها شده است که مثلا یگان نفر میاد اکا جهانگیر همین باید بخون ما کم ترکش زننده روی کنن گفته این خیلی حالات زیاد هستن. من سر زمان نمبروی کارتم هم بهترین ما میدونیم که در عائله شما مثلا بسیار هنرمندان هستن، اماکایتون، پدرتون، همین سبب شد یا اینکه یگان نفر دیگر سبب شد که شما خواهش پیدا کردید که سرود سرایید؟ راستی گپ خیلی که میگن هر یک چیز وقت و ساعت خودش رو دارد. بله. وقتی که در خردی زیاد مجبور میکردن امین روی سند ما رو دلگیر کرده بود و وقتی که ما رو به حال خود گذاشتن انمون وقت و ساعتش رسید خیلی که میگن خب время настало. بله. یعنی که این صنعتکار بودن این و مثل عاشق بودن است. هر یک تا همین صنعتکاری که درباره من میبینید برای من فخر است. اینو پیش از نوازنده بودن همین کسب خود رو به نهایت سخت دوست می‌دارن. بله. برای آدمی که به نهایت کارش رو دوست می‌دارد برای او مبلغی انمان کاری فکر میکنم اینقدر نقش کلان رو نمی‌بازد. و همین خاطر وقتی ساعتش رسید ما عاشق شدیم به صنعت، انمون وقت شروع کردیم کاری خود رو. ما رو به سرود نوبتی میگذاریم. بله سرود نوبتی همین سرود است که ما همراه مستر اسماعیل یک چند سال پیش، یک 6 سال پیش اگر خطا نکنم سراییده بودیم. این سرودی از گویم زندگی اصلی مردم گرفته شده است و کم ترک پند و نصیحت هم میکنیم در همین سرود. نام دارد اون میدونه. نستی عاشق اونم میدونه که داری عروس، اونم میدونه که میپرتایی، شونم میدونه اونم میدونه که نستی عاشق، اونم میدونه که داری عروس، اونم میدونه که میپرتایی، شونم میدونه نه میدونه نرست دختره را که دوست نمیداری، نرست برادرم که اورم دیل دارم، او در انتظاری زنگ تلفنی تو نمیدونه که بسیار داری ترنگی، او سهر بدار میشه و مینویسد SMS تو کاری خیده کردم مکابی رو گرفت، او در انتظاری زنگ تلفنی تو نمیدونه که بسیار داری ترنگی، او نمیدونه که نستی عاشق، او نمیدونه که داری عروس، او نمیدونه که میپرتایی، شو نمیدونه نه نمیدونه، او نمیدونه که نستی عاشق، او نمیدونه که داری عروس، او نمیدونه که میپرتایی، شو نمیدونه نه نمیدونه. بد
میگی کی همه دختر و بیرانم بر یاد نمیارم کی من و تایب دارم وقتی که دلشون شکسته میروم دختری بیچاره را حیات شم سوزانه در یاد میاری دخترا فیر خوده را جور عادت تعریف میکنی شب گذشته دختری جان گریه نکن به فایده عادت که عشقی ها زیره همه دو روزه ای مرا ببخشنو دخترای که عشقی رو کردی من میکردم بازی خدا مرا میزنه برای عشقای شما در پیشی هر یک تاییت مدارم گلو ای بد به عقلی و یاشی و ستارگی یک تری نبده مرا بیرون کرد زندگی حاضی میفهمم که دخترها همه خواهرم مادری آینده دیلی آیلنه اونم میدونه که نستی عاشق اونم میدونه که داری عروس اونم میدونه که میپرتایی اونم میدونه نه نمیدونه اونم میدونه که نستی عاشق اونم میدونه که داری عروس اونم میدونه که میپرتایی اونم میدونه نه نمیدونه اونم میدونه که نستی عاشق اونم میدونه که داری عروس اونم میدونه که میپرتاییش اونم میدونه نه نمیدونه اونم میدونه اونم میدونه اونم میدونه نه 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 نمیدونه احسن تشکر کافکو بیای شما دوستان عزیز خوب در اینجا سوال شده است از مخلصانتان باز جهانگیر چند تا زن و چند تا فرزند دارد من شکر خدا یک تا زن دارم یک تا و یگانه انا و 5 تا عروس نه شما ما سیرو را نگین در برنامه انا الحمدلله 3 تا فرزند دارم 2 بچه یک دختر نوزنی این چنین پرسیده استودند که جهانگیر کی کنسرتی زنده یکی خود را میگذارد راستی گپ چند باری که کنسرت موندنی میشویم در تمام دنیا نوتینجی میشود از همین خاطر خاطر است بله وقتی که اولین بار کنسرت موندنی بودیم کرونا ویروس پیدا شد و نه از کرونا ویروس بیم خلاص شدیم که با دیگر پرابلم هایی هستند که شکرانه خدا در سرزمین ما نیستند ولی تأثیر میرساند به هر حال به روحیت هر یک انسان بله و همین خاطر دوگوی آن بشیم که هر چیز زودتر در تمام دنیا تینجی و امانی باشد به مثل وطن عزیزی ما شکرانه همه این نعمت ها میکنیم البته و انتظار میشویم کنسرت زنده جهانگیر ظریف‌فروغ کنسرت گذارید البته زنده میشود یا اینکه کنسرت البته زنده میشود خب میتونیم با سرود نوبتی گذاریم سرود نوبتی سرود شاد کن جان من نام دارد که به من بسیار پسند است البته که این آهنگ من است آهنگ افغانی است بله اما زیادی از صنعتکارها این آهنگ رو بازخوانی میکنند در سرود در توی معرکه و در دیگر جاها منم میخواستم که یک بار این سرود رو پیشکش مخلصانم گردونم با درخواست زیادی آنها رفتیم شروع میکنیم جان من کی غم گین است شاد کن جان من کی غم گین است رحم کن بر دلم کی مسکین است رحم کن بر دلم کی مسکین است شاد کن جان من کی غم گین است شاد کن جان من کی غم گین است رحم کن بر دلم کی مسکین است رحم کن بر دلم کی مسکین است روزی اول که دیدم گفتم روزی اول که دیدم گفتم آن کی روزم سیاه کند این است
آن که روزم سیاه کند این است رم کن بر دلم که مسکین است رم کن بر دلم که مسکین است شاد کن جان من که غمگین است شاد کن جان من که غمگین است رم کن بر دلم که مسکین است رم کن بر دلم که مسکین است سخن تلخ است و شیرین است رم کن بر دلم که مسکین است رم کن بر دلم که مسکین است شاد کن جان من که غمگین است شاد کن جان من که غمگین است رم کن بر دلم که مسکین است رم کن بر دلم که مسکین است شاد کن جان من که غمگین است شاد کن جان من که غمگین است رم کن بر دلم که مسکین است رم کن بر دلم که مسکین است براو احسن اینجا خواهی شده است که سرودی چوینکچه چای رو کمیش رو زمزمه کنید کلکی بوم آب زگی چوینکی چاییدم کگی کلکی بوم آب زگی چوینکی چاییدم کگی خوشم بهایی در در زلفکاشون تاب دگی خوشم بهایی در در زلفکاشون تاب دگی کلکی بوم آب زگی چوینکی چاییدم کگی کلکی بوم آب زگی چوینکی چاییدم کگی خوشم بهایی در در زلفکاشون تاب دگی خوشم بهایی در در زلفکاشون تاب دگی بهترین تشکر زیاد تشکر که خواهش مخلصانتان رو رد نمیکنید و اینچنین میخواستم فهمم که ما در چند برنامه گذشته کامیل جان ظریفов در اینجا مهمان بودند ما از او پرسان شدیم که برای چی شما با جهانگیر ظریفов مثلا خشت بار هستید و یگان مرتبه دویت نمیکنید بعد کامیل جان گفتن که ما شاید در آینده دویت کنیم من گفتم که من پرسان شدم که میگویند که مناسبت های شما قدر خوب نیست که گفت نه مناسبت های ما خوب است یعنی که یگان گپی زیادتی نگفت شاید شما امروز راستش رو میگویید شما گفتن که ما باید دروغگو برورم
این گپ رو من نگفتم. راست میگه اما چه گمتونه راست میگه ولی شاید در آینده باشد برای چی من عین حال ولی فکری سرود دویت کردن رو یعنی دوگانه سرود کردن رو نکردم اما نقشم به هست که تنها با دختر باشد با یکم آوازخوانه های دختر باشند. خب در نقشه هست با یگان نفر؟ بله از دخترها از زنان یعنی نقشه دارم که دویت کنم. با کی هست میتونیم فهم؟ نه گفتن نمیتونم. خب من میدونم من در ستوریس های شما میدیدم چند مرتبه شما زلیخا رو اتمیتید میکرده سرودایش رو نه میگذاشته. خوب فکر کنم میتونیم با سرودی نوبتی گذاریم. سرودی نوبتی دختر حصاری نام دارد. دختر حصاری. بله میدونیم. برای تمام دخترای زیبای تاجیکستانی عزیز خواندگی هستیم. پیشکش شما میگردانیم. مرحمت. سرودی گل دختر حصاری از جانب جهانگیر ظریف با صدای زنده در موج 95.5 اف ام رادیوی نو رفتیم. گل دختری حصاری چشمی خمار داری گل دختری حصاری چشمی خمار داری رنگ کی عاشق شده بزلفانی دوتاری رنگ کی عاشق شده بزلفانی دوتاری گل دختری حصاری چشمی خمار داری گل دختری حصاری چشمی خمار داری رنگ کی عاشق شده بزلفانی دوتاری رنگ کی عاشق شده خبر داری نداری دختری حصاری چشمی خمار داری گل دختری حصاری چشمی خمار داری رنگ کی عاشق شده بزلفانی دوتاری رنگ کی عاشق شده خبر داری نداری واسد ناز و تمنا پیدا شدی از کجا واسد ناز و تمنا برای قلبی عاشقه شدی تمامی دنیا برای قلبی عاشقه شدی تمامی دنیا گل دختری حصاری چشمی خمار داری گل دختری حصاری چشمی خمار داری رنگ کی عاشق شده بزلفانی دوتاری رنگ کی عاشق شده بزلفانی دوتاری گل دختری حصاری چشمی خمار داری رنگ کی عاشق شده بزلفانی دوتاری رنگ کی عاشق شده خبر داری نداری. بهترین احسن. خوب سرودی آخران مونده است به فکرم. بله آخران. خوب میگم که خیلی مرحمت میتونیم با سرودی آخران گذاریم. سرودی آخران سرود است که همه ما با همین سرود با ویا رسیدیم کلام شدیم با شنیدن همین سرود. البته که سرود از شادروان استاد عبدالله سلطان است که سالهای پیش یگام توی معرکه به این سرود نمیگذشت و ما حرکت کردیم که دوباره باز میخیل شود هم توی معرکه با همین سرود گذارم. بله سرودی زلفی کجد البته که پیشکسی مخلصان میگردانیم. بله مرحمت. سرودی نوبتی جنبستی در برنامه امروزه از جانب جهانگیر ظریف با صدای زنده از موج 95.5 اف ام رادیوی نو رفتیم.
کجت انور رخسار مهی انور لعلی لبت جوهر اومان به نظر آمد این زلف کجت انور رخسار مهی انور لعلی لبت جوهر اومان به نظر آمد کجت انور رخسار مهی انور لعلی لبت جوهر اومان به نظر آمد ای زلف کجت انور رخسار مهی انور لعلی لبت جوهر اومان به نظر آمد جانم به نظر آمد ریزم به نظر آمد به نظر آمد ریزم به نظر آمد براво براво احسن تشکر زیاد صداتون خسته نباشد جهانگیر جان من میخواستم با مخلصان و شنوندگان رادیوی نو خاطر رسانی کنم که میتوانند با اینستاگرام و اینچنین یوتیوب کانال رادیوی نو همراه شده در زیر برنامه‌های شو برنامه محیط زنده نویسید که در برنامه‌های آینده کی رو دیدن میخواهید و فکر و اندیشه خود رو نسبت به برنامه حتما نویسید و اینچنین خاطر رسانی کردن هستم که سرپرستی کل شو برنامه محیط زنده شرکت تیسل میباشد تیسل نقطه دسترس به دنیای رقمی این بود نشر نوبتی شو برنامه محیط زنده با شما بودم رافائل گولف و مهمان نوبتی ما بودند امروز جهانگیر ظریفوف تا برنامه‌های آینده تا بازدید و تا باز شنید از موج 95.5 FM رادیوی نو خیر Новое радио.